سونیتا حبیبی هستم. مکتب را در لیسه علی ملالای و بیرسروی سنگری به اتمام رساندیم و دانشگاه را هم از رشته خبرنگاری دانشگاه کابل فارغ هستم و حالا در یک از نهادهای خصوصی شهر کابل کار میکنم، هم در بخش نشراتی و هم در بخش تدریس و بر علاوه از این در دانشگاه آنلاین زن مضمون مصاحبه و گزارش و همچنین مضمون مبادی ژورنالیسم، مضمون ارتباطات و مضمون مختلفی را مدت 2 سال شد که برای نسل جوان تدریس میکنم. بر علاوه ازی که من در دانشگاه تدریس میکنم به هنر رسامی خیلی علاقه‌مند هستم که بعضا رسامی میکنم، بعضا می نویسم اون چیزایی که در فکر دارم میخوایم که امو را بتونم که یک اثری از خود باقی بمانم و همچنین به فوتوگرافی و عکاسی خیلی علاقه‌مند هستم که عکاسی طبیعت، بعضا عکاسی هم میکنم و بر علاوه از اینا در مکتب بخش نشراتی کار میکنم که امو بخش عکاسی اینا هست و بخش تدریس هست. سونیتا جان حبیبی از دوران دانشگاه تا امروز همواره یک دختر پرتلاش، باهوش، مستقل و هدفمند بوده و هست. او همیشه با انگیزه، جدیت و علاقه‌مندی در کارهایش پیش رفته و توانسته یک الگوی خوبی برای دیگران باشه. زمانی که پا به عرصه ژورنالیسم و رشته خبرنگاری گذاشتم خیلی من خوشحال بودم. به اصطلاح فکر میکردم که خداوند دیگه تمام خوشی‌ها را نصیب من ساخته. در زندگی هر انسان افرادی وجود داره که میشه بالاشون واقعا حساب کرد، بخصوص پدر و مادر. امو 2 کسی است که از آوان طفولیت تا بزرگسالی تا همه عرصه‌های زندگی انسان میتونه کامیشان باشن و در شرایط ناگوار و شرایط تلخ خصوصا تکیه‌گاه انسان باشن و از من پدر و مادر امو حامیای واقعیم بودن که چی از لازم مالی چی از لازم معنوی همیشه پشتم بودن و تکیه‌گاه محکمی برام بودن. انسان‌های موفق کسانی هستند که در امو شرایط ناگوار بتونن رشد بکنن، در شرایط تلخ بتونن که شیرینی‌های را از خود به جا بگذارن. دیگه من امو آینده خود را انشالله که آینده بسیار خوب میبینم، چون در بخشی که کار میکنم یعنی پشیمان نیستم، چون بخشی است که با آینده یک بعضی را کاشتیم که انشالله ثمرش را ببینم. تصمیم از بخیر که اگر خداوند بخواه ماستری را آغاز بکنم، خصوصا در بخش جندر یا بخش زنا و بعضا کارهای دیگه هم است که خداوند توفیق عطا بکنه و تا بتانم برشان برسم. پیام من خصوصا به دختر خانمای عزیزی است که هیچگاه تسلیم شرایط نشن، شبای تاریک، روزای تاریکی که در زندگیشان میاد تسلیم از اون نشن، چون هر انسان زمانی که امو خداوندم گفته که در تاریک ترین قسمت شب که انسان قرار میگیره بعداً امو روشنی صبح هست که میتونه تمام از امو تاریکی را در خود فرو ببره و از بین ببره. چی اینجا چی کشورهای دیگه هیچگاه همه چیز ایدال نبوده. تغییراتی هست سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، چون اگر انسان تغییر نکنه نمیتونه که بقای حیات داشته باشه. به همین خاطر من شرایط بعدی افغانستان انشالله که روشن میبینم. میهن جایگاه مادر داره. اگر انسان در زندگی ببینه مادر خود هیچگاه نمیتونه ترک بکنه، همیشه در آغوش مادر راحترین حس را میداشته باشه. همین قسم وطنم زمانی که انسان در وطن خود باشه میتونه با آرامش حقیقی دست پیدا بکنه. این از بعضا شرایطی است که ما پیش بینی نمیتونیم. اتفاق میفته که خیلی مهاجر میشن یا بعضی جای دیگه میرن، اما به نظر من حسی را که انسان میتونه در وطن خود داشته باشه در هیچ جای نمیتونه داشته باشه.